و مالک می گفت فقط یک بار ترسیدم. قسم می خورد فقط یک بار. می گفت توی خیمه بودیم و ابوتراب می خواست پسر را بفرستد که میمنه و میسره را سری بزند و خبر بیاورد. و من غفلت کردم و گفتم کودک است، بگذارید من بروم. مالک می گفت پسر به من اخم کرد و زهره‌ام داشت ترک می خورد. پدرم خودش این صحنه را دیده بود و می گفت ماه بود پسر، ماه. بیم داشت که به شمشیرش خمس تعلق بگیرد. از بست می خواست و استفاده نکرد. تیرها بر تابوت حسن می نشست و دسته استخوانی تیغش می رفت که ترک بردارد و به امر امیر دندان قروچه رفت و سکوت کرد. این چه تقدیری بود که ماه داشت. عرب را در جنگ قواعدی هست و رسومی. مهتر لشکر را علم به دست می دهند و خردش را مشک. و وا حیرتا که ماه هم علمدار بود و هم مشک بر دوش. پدرم می گفت بچه ها در خیمه آب و آذوقه از آتش پیرهن بالا داده بودند و بر خونکای خیس خاک جگر نهاده بودند و لبها گداخته از بی‌آبی بود و آتش گرما پی قرنیه ها را ذوب کرده بود. 30 و چند سالگیش مشوش و بیقرار جلو آمد. گسل تیغش فعال شده بود و می رفت که اخرجت الارض اثقالها. دل در دلش نبود. مانده بود که چه بگوید و چون بگوید. چشم در چشم شدند. امیر گفت آب بیاور. چرا در قاموس واژه‌هایش نبود؟ طبق معمول 30 و چند سال گفت چشم. بر اسب نشست و پاشنه بر گرده حیوان کوفت. پدرم می گفت زنده بود که دستش از دنیا کوتاه شد. از ساعد ماه دست نداشت و با چشمهایش زهره می ترکاند. آبروی مرد در مشک شعبه می خورد و دل می زد که تیر بر مشک نشست. باران تیر بود که می بارید و مرد بیچت و چراغ تاق می رفت و تیر 2 قیانوس 2 چشمش را در کاسه از خون غرق کردند. و ماه افتاد و اسب کاکل به خون و پریشان شیهه می کشید و 2 دست بلند می کرد و بر سر زمین می خفت. ماه افتاد و کمر کوه شکست و مرد دست بر دست می گفت. مرد را بیچاره کرده بودند. و باغبان سرو شاخه بریده تبرخورده را به خیمه می برد و کودکان خجالت کشیدند از آب خواستن و زنان صیحه زدند و چند تار موی صورت پیرمرد بیشتر سفید شد. و خدا می دید و فرشتا اشک می ریختند و ما اشک می ریختیم و هیچ کاری از ما بر نمی آمد. قطره جوهر اسارت به جام بلور حرم افتاده بود و رفته رفته رنگ باز می کرد. کفتارها می خندیدند، شغالها زوزه می کشیدند، باد می آمد و ماغ شتران را در دشت می پراکند و دلهره بود و آشوب بود و خون خدا رفته رفته می رفت تا بر زمین بچکد.